تیمور رحیموف یگانه سنگین وزن تاجیکی از فصل‌های جدای جهانی و تاجیکستان مدال برنجی آورد. او در مقابل ورزشکاری اوکراینی تلاش داور میتسوبیزی ولادیمیر است از گرجستان که این قوزموی رو دوباره خواهد اگر تیمور او قد و قامت و دست و پای خود استفاده برد ممکن شد به غلبه هم و ورزشکاران اوکراینی هم در قد و قامت و ببینید فیزیکاش میکنم و یک زیدی حمله تکنیک سرعت رو دیگر کرده تیمور. ببینید همون لحظه که به همدیگر چنگ زدن ورزشکاران تیمور صورت باید گشتیم چون که تیوری دیزش تیمور جوانتر است نسبت به حریفش 22 سال دارد از همین لحاظ ولی تجربهشون بسیارتر است یکم بله او برنده گرند اسلم است استفاده برده همون تجربه خود ممکن کمتر برتری داشته باید تیمور اون کمیکات خود قبل کمیکات بولو رو و حرکت کرده است که اصول اجرا کنه چون این کار وای بسیار تیز است وای باید نماند که این کار تیز کنه باید وقت اجرا شد خستگیش در همون حالت دیده نشود این کار را باید در دقیقه های اول نکنه چون که 2 دقیقه باید با همین ورزشگر تجربه کار کنه چون که اگر بعد 2 دقیقه همین اصول خود استفاده برد این به فایده رحیموف میشه. اوزره میبینیم که در همین حالت رحیموف خستگی را به نظر میرسد در دقیقه های دوم ورزشگر اوکراین ما میبینیم که حرکت ها را ولی نشان نداده است و از دقیقه های دوم سر میکنند اصول خود نشان دادن شاید با همون نقطه های آموزشی توجه دارد تاکتیکی از جهت تاکتیکی ولی از جهت کمیکات اگر گیریم تیمور پیشرفت است ولی نتیاد همون زخمات بولو را چون که خطرناک است و یادآور میشیم که تیمور رحیموف در مقابل این ورزشکار در گرند پری تاشکند در مرحله رقابت ها برای به دست آوردن مدال برنجی قوزمویی کرده بود و شکست خورده بود متاسفانه. یعنی هر دوی این ورزشگر از همدیگر شناس هستند آگاه هستند از روش اصول صنعت گشتنگیری همدیگر اصول خود قبط همون اصول بولو از بولو زخمات بولو ولی متاسفانه رحیموف اون گریبان قپیده است و اصول اجرا ولی این درسته باید زخمات بالاتر درونتر باید از همین بولو حالتهای بسیار خطرناک هستند چون که خامو میتواند از همین ترتیب اصول را اجرا کند ممکن شیدا برد ورزشگر چون که از کم فعال بوده نشد همین کمیکات در دستشون است ولی استفاده نمیکنند اصول اجرا نمیکنند هر دو شیدا از کم فعال بوده نشد بله گمان میکنم همون شیدای ورزشگری اوکراینی برداشته شد از دخالت هیئت کمیسیون سببشون نمیدونم برای چه بود به نظر من هر دو باید میگرفتند بوز همون کمیکات را با قبط لخبات همون ببینید چگونه موقعیت رو جوست ایپون متاسفانه همون زخمات باید نزدیک نکرد نباید داد همون زخمات چون که استفاده برد همون اصول متاسفانه در گران پری ابودابی ما به مدال هستیم گرند اسلم ولی ببینید این ورزشگر در قوزموی گذشته از 3 ینگ استفاده کرده بود با یک وزاری گرفته بود با یک دست ولی این بار علاقه تاکتیک خود رو دیگر